و نوجوان بودم که در جنگ شرکت کردم. نمیخواستم این بگم از خودم، ولی فکر میکنم که باید گفت. خب تو عملیات‌های متعددی شرکت داشتم. یه همرزمی داشتم توی عملیات بدر. خیلی آدم فرهیخته‌ای بود. گفت عباس آقا میدونی چرا جنگ میکنیم؟ جنگ میکنیم که صلح داشته باشیم. اون موقع می جنگیدیم که نتیجه جنگ صلح باشه. قاعدتاً یک نانوشته‌ای در ذهن همه ما بود که ما می جنگیم که نسل آینده ما جنگ رو نبینه و در صلح زندگی. امروز خیلی غمگینم که نسل بعد من، یعنی فرزندان من، جنگ رو تجربه کرد. کاش همیشه صلح باشه، کاش روحیه صلح طلبی داشته باشه. اعتقادم این هست مردمانی یا سرزمین هایی که صلح طلب باشن مردمانی قوی، استوار، با صلابت و شجاع هستند و امیدواریم روی کره خاکی آدمای جنگ طلب با هم آدمای وحشی وجود نداشته باشن که جان و مال آدمای معمولی، آدمای ساده یا هر آدمی براشون اهمیت نداشته باشه. سرزمینمون زخم خورد و فکر میکنم هم نظر با من باشید که در روزای اوایل جنگ خیلی همون برای ایران بغض کردن. بعضی همون بغضمون ترکید برای ایران، برای سرزمینمون، برای ایرانی که صدها سال یا هزاران سال برای پایداریش و برای ماندنش آدمای بسیار زیادی جان فشانی کردن و آدمای بسیار زیادی اثراتی گذاشتن که ایران بماند. زخم خورد، خیلی را از دست دادیم. بلوله خورد توی کشور ما که نباید میخورد. ولی توی همین اقصای در دوره این جنگ علیرغم سختی ها فکر میکنم یه چیزی تبلور پیدا کرد، تبلور مهربانی داشت. من تو صف نونی وایستادم تو خیابون بهار، روزای اول جنگ، نونوای لواشی بود. خب رسید به نفر قبل از من 7 تا نون مونده بود روی نونوایی، 7 دونه نون لواش داشت. آقایی که نوبتش بود 7 نون بر نداشت، گفت ما هنوز خونه نون داریم و اون 7 نون به 2 نفر دیگه رسید. یا دوستی برام خاطره‌ای تعریف میکرد که مردمی که خب جنگ زده شده بودن، خیلی ها نگران بودن، مثلا مسافرت میکردن به شمال، میگفت یک جا مواجه شدن با 2 تا برادر که اینا خونه اجاره میدادن، ویلا اجاره میدادن. خب یه برادره یه جوری صحبت میکرده سر قیمت، برادر دیگه میاد میگه که داداش زمان کاسبی نیست، باید دستگیر بشه.
و خیلی اتفاقا احوال پرسی هایی که از هم داشتیم. خود من شاید کسایی بودم که 1 سال بهش باشون تماس نداشتم، ولی زنگ زدم حالشون رو جویا شدم. یک تبلور مهربانی باشه. کاش این مهربانی استمرار پیدا. این از زیبایی های این سرزمینه. امیدوارم قدرش رو بدونم. شاید اگه این گلوله تو یک کشور مجاور ما میخواد اتفاق افتاده، سوپرمارکت ها خالی میشد، نونوایی‌ها نداشتن، مردم ذخیره چند ماه گفتن این اتفاقات نیفتاد. این زیبایی مردمه. خیلی یاد دیدم که توصیه میکنم ما مثل بک نداریم، مردم دیگه ندارم، منم ندارم. خیلی یاد توصیهشون این شکلی. اینا زیبایی این سرزمینه. کاش درس ازش بگیرم. و این زیبایی هاست که ما رو قوی میکنه و این زیبایی هاست که ما رو نگه میداره و ایران رو نگه میداره. گاهی باید صبور باشیم، همان گونه که چند صد سال در رابطه با تهاجم مثلا مغولات صبور بودیم و ایران رو نگهش داشتیم و حتی اونا رو ایرانیشون کردیم. ببخشید که خواستم که این رو با این جمع بسیار زیبا و دوست داشتنی که آخر هر ماه با هم جمع میشیم به اشتراک بذاریم. چند تا معلم استاد دانشگاه توی این جمع داریم، دوستانی که یه دستی